خب سلام. امروز تو باغ در واقع مزرعه نوئلمون هستیم. نوئله ها، سدروس ها و آبیس هامون. نوئله که نوئله فنلاندی هستن و البته خب نژاد کانادایی هم درش هست. منتها بعضی میگن اورنتالیانس، هر کسی اسم میذاره. منتها ما اسم متعارف که خیلی درد سردار نباشه رو معمولا میگیم. نوئل هست، نوئله آبی هست، نوئله بذری آبی هست و سدروس ها که باید بریم اون طرف با هم از سدروس ها یه دیدنی بکنیم و انشالله یه فیلمی ازش بگیریم اگر راهش رو پیدا کنیم. معمولا قامت این نوئل ها تا 3-4 متر هم میشن. میریم اون طرف با اجازه شما که سدروس ها هم اونجا یه فیلمی بگیریم و راجعش بتونیم با هم صحبت کنیم. خب این هم اون بخشیه که آبیس ها کاشته شدن و آبیس هر دو نژادش رو ما داریم، هم نژاد آلبا داریم و هم نژاد نودمونیان های آمریکا که هر کدوم متقاضیان خاص خودش و علاقمندان خاص خودش رو داره. سایز آبیس هم سایز متعددی هست، تا سایز 3-4 متری هم ما داریم و باز همون بالا شما دو مرتبه نوئله های فنلاندی می‌بینید که به این زیبایی شکر خدا تونستیم پرورش بدیم و به اینجا برسونیم و با شما کم کم میریم به طرف سدروس ها که تو سایزهای مختلف اینجا میتونیم سدروس ها رو ببینیم. خب این بخش دیگه تا فضای پایین چند هزار متر سدروس هست. نژاد این سدروس ها سدروس دئودورا هست که پرمصرف ترین و پرطرفدار ترینشون سدروس های دئودوران که سایز بزرگشون رو میگید هرمی شکل میشه و تا اون قامت تا 33 متر سدروس ممکنه قد بکشه. حالا تو کتاب ها که تا 33 متر گفتن، ولی بگم هم تو ایران ما سدروس 30 متری داریم. سدروس ها تو سایزهای مختلف هست، از 5-6 متر هست و تا سایزهای پایین 2-3 متری. این هم بخش سدروس های ما. حالا باز انشالله میریم راجع به آبیس ها و نوئل ها انشالله بیشتر صحبت میکنیم. نحوه تکثیرشون رو انشالله در یه فایلی ما حتما براتون سعی میکنیم ضبط کنیم، راجبش بحث کنیم که بعضی میگن نوئل ها با قلمه تکثیر نمیشن. شاید این حرفا چندان صحیحی نباشه، اگرچه نوئل ها خیلی با بعض تکثیر میکنن، ولی نوئل هم پیوندیش هست، یعنی گونه های مختلف رو به هم پیوند میذارن و همین که نوئل رو میشه به روش آلمانی ها با قلمه هم تکثیر کرد شدنیه. راجبش صحبت میکنیم انشاءالله در مباحث بعدی. خب خیلی ها میگن نوئل ها کاج ها رو میشه هم در دشت و هم در کوه، مناطق کوهستانی پرورش داد. این حرف بجایی است، اما به یک دلیل در نقاط کوهستانی اصولا نوئل ها، آبیس ها و سدروس ها بهتر پرورش پیدا میکنن و اون خنکای هواست و برودت دماست که باعث میشه نوئل ها کمتر قارچ بزنن و کمتر دچار درگیری های آفات بشن. معمولا نوئل ها، سدروس ها و اصولا کاج هایی که در مناطق ییلاقی کاشته میشه عارضم به حضور شما که دچار بیماری نمیشه. کیفیت های بسیار بسیار مناسب‌تر از نوئل هایی که در دشت پرورش داده میشه داره.